و اما پس از چند پارت در رابطه با مباحث و کانسپت های MPLS میرسیم به مباحث پرکتیکال تر و پیاده سازی MPLS بر روی یک سناریو. در پارت های قبلی در رابطه با کانسپت های MPLS صحبت کردیم و همچنین در پارت های بعدی هم در رابطه با آنها صحبت خواهیم کرد. اما در این پارت من یک سناریو برای شما آماده کردم به این صورت که دو روتر به عنوان روترهای کاستومر قرار دارند و 4 روتر هم روترهای MPLS ما هستند. یعنی به عبارت ساده تر و بهتر، روترهایی که بر روی اونها MPLS ران میشه روتر پرووایدر اج 1، P1، P2 و پرووایدر اج 2. در پارت های قبل در رابطه با انواع روترها، مباحثی که در MPLS وجود داشت صحبت کردیم که روترهایی که در لبه شبکه MPLS فعالیت میکنن تحت عنوان پرووایدر اج شناخته میشن. روترهایی که در بکبون فعالیت دارن تحت عنوان روترهای پرووایدر شناخته میشن و روترهایی که بر روی اونها MPLS ران نمیشه تحت عنوان روترهای کاستومر اج شناخته میشن که قرار روتهای اونا به وسیله MPLS در شبکه MPLS ما رود شه. در این سناریو IP ادرس ها رو اساین شده و بر روی تمامی روترها روتینگ پروتکل EIGRP ران شده برای اینکه کانکتیویتی داشته باشیم. دقیقا میرسیم به همون بحث پیش نیازهای MPLS که پیش نیاز اولی سیسکو اکسپرس فورواردینگ بود و پیش نیاز بعدی این که تمامی روترها باید بتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن و IP ادرس ها و شبکه هاشون ریچیبل باشه. پس ما IP ادرس ها رو اساین کردیم و برای روترها روتینگ پروتکل EIGRP رو ران کردیم. اما شبکه های لوپک صفر روتر کاستومر ها رو ادورتایز نکردیم توسط EIGRP و قصد داریم در ادامه سناریو اونها رو ادورتایز کنیم و مشاهده کنیم که به چه صورت هست مثلا لیبل ها چگونه اساین میشن. در پارت های قبل در رابطه با اینکه لیبل ها چگونه اساین میشن و این لیبل ها شکل میگیرن صحبت کردیم. در این پارت اونها رو مشاهده میکنیم، اما باز هم به صورت دیتیل وار در رابطه با لیبل ها صحبت نمی کنیم، چرا که ما هنوز مکانیزم های PHP یا پنالتیمت هاپ پاپینگ رو در رابطه با اون صحبت نکردیم، فقط یک نگاه ساده میندازیم به اون. و همچنین در رابطه با تایمرهای MPLS صحبت میکنیم که این تایمرها به چه صورت هستند و آیا میتونیم اونها رو تغییر بدیم یا خیر. در پارت های قبلی در رابطه با ترانسپورت آدرس صحبت کردیم، LDP ID، لیبل اسپیس رو شناختیم. در رابطه با اونها کمی بیشتر صحبت میکنیم و نحوه عوض کردن ترانسپورت آدرس ها و همچنین LDP روتر آیدی رو مشاهده میکنید. خب بریم سراغ سناریو ببینیم از چه قراره. در این سناریویی که در اینجا قرار داره بر روی روترهای PE1، P1، P2 و PE2 باید MPLS ران شه، تنها بر روی اینترفیس های که به سمت بکبون قرار دارن، یعنی ادرنت 00 PE1 و ادرنت 02 PE2، یعنی بر روی اینترفیس های ادرنت 03 PE1 و PE2 نیازی نیست که MPLS فعال شه. پس شبکه بکبون MPLS ما میشه در اینجا فقط اینترفیس های داخلی و نیازی نیست بر روی اینترفیس هایی که به سمت کاستومر ها متصل هست MPLS رو ران کنیم. MPLS یک خورده فونت این رو بزرگتر کنم. گفتیم برای فعالسازی MPLS چه کارهایی رو باید انجام بدیم. یک اینکه پیش نیازها رعایت شده باشه که ما مشاهده میکنیم، ببینیم به چه صورت هست. show IP route EIGRP. اوپس، صبر میکنیم. show IP route EIGRP. خب روت ها رو میبینیم که ریچیبیلیتی ما برقرار هست برای روتر PE1. روت های 1110 2220
روت های 10 1 2 10 2 2 12 2 2 و 22 رو در اختیار داریم. اگر مشاهده کنید تمامی روت ها رو ما بهشون دسترسی داریم. بله 2 رو هم داریم، درست. و روی روترهای دیگه هم به همین صورت روتر کاستومر روتهای EIGRP رو داره، اما همونطور که مشاهده میکنید لوپ بک های 172 16 10 24 و 198 10 در دسترس نیستن هنوز، یعنی ما هنوز اونها رو ادورتایز نکردیم. در اینجا روت های 1 2 10 11 12 و 22 رو داریم. پس ریچبیلیتی ما برقرار هست. بحث بعدی صفر هست که مشاهده میکنیم بله صفر هم برای روترهای ما ران هست که من برای تمامی روترها این رو اعمال کنم. مشاهده میکنید که برای تمامی روترهای ما صفر فعالیت جدول فیبر رو مشاهده میکنید. خب و حالا قصد داریم بر روی روترهای کورمون MPLS رو راه اندازی کنیم. برای فعال سازی MPLS گفتیم خیلی ساده است، تنها با استفاده از یک کامند میتونیم MPLS رو فعال کنیم. روتر کاستومر نیازی نیست برای اون MPLS فعال بشه. روتر پرووایدر اج 1 تنها بر روی اینترفیس ایترنت 00 نیاز هست که MPLS رو فعال کنیم. میریم بر روی روتر پرووایدر اج 1 اینترفیس ایترنت 00 و تنها دستور MPLS IP اقدام به فعال کردن MPLS بر روی این اینترفیس میکنیم. هنگامی که این اینترفیس بر رویش MPLS فعال میشه، MPLS شروع میکنه هر 5 ثانیه یک بار به ارسال پیام های هلو دیسکاوری بر روی بستر UDP. پس با فعال کردن MPLS IP بر روی یک اینترفیس، روتر میاد سعی کنه همسایه‌ای که به صورت مستقیم بهش متصلن رو پیدا کنه و باشون تشکیل همسایگی LDP بده. اگر بخوایم رو وایرشارک همین رو داشته باشیم، وارد سناریومون میشیم و بر روی روتر پرووایدر اجمون بر روی اینترفیس ایترنت 00 وایرشارک رو فعال میکنیم تا در طی اینکه ما سناریو رو داریم انجام میدیم و کانفیگ میکنیم یک نگاهی هم بر روی پکت ها و پیام هایی که رد و بدل میشن داشته باشیم. خب به دلیل اینکه MPLS برای UDP فعالیت داره، ما برای وایرشارک میایم تنها UDP رو در نظر میگیریم، یعنی پکت های UDP رو کپچر میکنیم. ببینیم چه پیام هایی رد و بدل میشه و اما میریم سراغ ادامه. با زدن دستور MPLS IP مشاهده میکنید که پیام های دیسکاوری یا همون هلو پیام ها بر روی این اینترفیس ارسال میشن. MPLS IP رو میزنیم و مشاهده میکنید که یک پیام هلو یا همون هلو دیسکاوری مسیج ما ارسال شد با سورس 10111 به دستینیشن مالتیکست 224002. در رابطه با تمامی اینها در پارت های قبل صحبت کردیم و مشاهده میکنید که هر 5 ثانیه یک بار داره این پیام های هلو ارسال میشه و منتظر میمونه تا از سوی دیگه از سمت روتر مقابل درخواستی ارسال شه و تشکیل همسایگی صورت بگیره. اگه یک نگاهی داشته باشیم به UDP خودمون که میدونیم بر روی سورس و دستینیشن پورت 646 فعالیت میکنه و لیبل دیستریبیوشن پروتکل رو نگاه کنیم، LSR ID یا همون LDP ID ما شده 11 برمیگردیم سراغ سناریو نگاه میکنیم. گفتیم اگر ما LDP ID روتر ID مون رو فعال نکنیم، یعنی به صورت دستی اون رو مشخص نکنیم، بزرگترین آدرس
لوپ بک ما به عنوان LDPID شناخته میشه که در اینجا لوپ بک 11 11 11 11 بزرگترین آدرس لوپ بک ما است. در نتیجه به عنوان LDP روتر ID همون LDPID شناخته شده که در اینجا ما به عنوان LSRID میشناسیمش. اگر پکت هلو مسیج رو نگاه کنید چیز خاصی نداره. IP ترانسپورت TLV در رابطه با اینها صحبت میکنیم. IPv4 ترانسپورت آدرس در رابطه همون ترانسپورت آدرسی است که صحبت کردیم. گفتیم به صورت پیشورز و به صورت دیفالت ترانسپورت آدرس همون LDPID میشه که ما میتونیم اون رو تغییر بدیم. در این سناریو مشاهده میکنیم که چگونه میتونیم اون رو تغییر بدیم. همچنین نحوه تغییر LDPID رو مشاهده میکنید، یعنی کانفیگ میکنیم و با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم و میبینیم که اگر ما ترانسپورت آدرس رو تغییر بدیم چه اتفاقی میفته. آیا بلافاصله اعمال میشه؟ اگر اعمال بشه همسایگی پایدار میمونه یا خیر؟ میریم سراغ روتر بعدی، یعنی روتر P1 بر روی اینترفیس ادرنت 00 و ادرنت 01 باید MPLS رو فعال کنیم. اینترفیس 00 تا 01 MPLS IP. خب میبینیم که یک لاگ برای من انداخت با نیبر 11 11 11 11 و لیبل اسپیس 0. همسایگی LDP آب شد. اگر من بر روی وایرشاک شما نمایش بدم مشاهده میکنید که پیام های TCP، چون اینجا ما UDP داریم باید TCP رو مورد استفاده قرار بدیم. چرا گفتیم که در فاز LDP مسیج ها و پیام هایی که در فاز هلو دیسکاوری ارسال میشه بر روی بستر UDP هست، اما بعد از UDP که وارد فاز ارسال پیام های اینیشیالیزیشن مسیج میشه تمام اینها بر روی بستر TCP شکل میگیره. پس ما یک بار همسایگی رو داون میکنیم و دوباره مشاهده میکنیم. همسایگی رو داون میکنیم و اینجا ما TCP رو مد نظر قرار میدیم. سپس دوباره همسایگی خودمون رو با دستور MPLS IP بر روی دو اینترفیس فعال میکنیم که البته همسایگی ما با روتر پرووایدر اج 1 برقرار میشه. بریم سراغ وایرشاک دوباره. خب مشاهده میکنید که پیام های TCP رو ابتدا سین اک و سین تشکیل همسایگی LDP مون، سپس شروع شد اینیشیالیزیشن مسیج ها بعد از اینکه بستر TCP برقرار شد ارسال شده. شروع کننده اینیشیالیزیشن مسیج 11 بوده چرا که LDPID بزرگتری داره و کلا آدرس IP اون بزرگتره، 11 در مقابل 1. و پیام های اینیشیالیزیشن مسیج هم در رابطه با اونها صحبت کردیم، مورد بررسیشون قرار دادیم و در اینجا فقط تنها یک نگاه جزئی بر روی اونها خواهیم داشت. خب میریم سراغ روترهای بعدیمون و بر روی اونها هم فعال کنیم. این رو روی روتر P2 یا پرووایدر 2 میشیم و برای اینترفیس ادرنت 01 و 02 MPLS رو فعال میکنیم. اینترفیس رنج MPLS IP. همسایگی ما با روتر پرووایدر 1 یا همون 1111 فعال شد و همسایگی ما برقرار شد. میریم سراغ روتر پرووایدر اج 2. تنها بر روی یک اینترفیس نیاز هست که ما MPLS رو فعال کنیم. اینترفیس ادرنت 02 ایترنت 02 MPLS IP. خب تا اینجا کار ما تموم شد و تمامی کانفیگ های مربوط به MPLS رو انجام دادیم، یعنی
روتر PE1 تا روتر PE2 همسایگی های LDP شون برقرار هست. اما حالا یک نگاهی داشته باشیم به تایمرها در پروتکل MPLS. در پروتکل MPLS ما دو نوع تایمر مختلف داریم که مشخصا باید بدونید که برای چه استفاده میشه. تایمر اول تحت عنوان مشکی کنم تحت عنوان هلو شناخته میشه. این تایمر هر 5 ثانیه یک بار هست، یعنی هر 5 ثانیه یک بار روتر اقدام به ارسال پیام های هلو میکنه بر روی اینترفیسش تا بتونه همسایگیش رو پایدار و استیبل نگه داره. دقیقا همانند تمامی روتینگ پروتکل های دیگه که ما به طور مثال در EIGRP OSPF پیام های هلو و هولد داشتیم، در MPLS هم به همین صورت هست. ما پیام های هلو و هولد داریم. پیام های هلو هر 5 ثانیه یک بار بر روی اینترفیس ارسال میشن و پیام های هولد، خب این پیام های هلو گفتیم کجا مورد استفاده قرار میگیرن؟ پیام های هلو برای برقراری ارتباط یا همون ارتباط اولیه بین دو روتر مورد استفاده قرار میگیرن و بر روی بستر UDP ارسال میشن که در وایرشاک مشاهده کردید. یک بار دیگه هم اگر شما نمایش بدم، اینجا UDP رو اگر ما کپچر کنیم مشاهده میکنید که هر 5 ثانیه یک بار با سورس مشخص به دستینیشن مالتیکست پیام های هلو مسیج ارسال میشه. اگر ما یک پیام رو مورد بررسی قرار بدیم و هلو مسیج رو مورد بررسی قرار بدیم، مشاهده میکنید که این پیام های هلو هر 5 ثانیه یک بار دارن اینجا دریافت میشن، یعنی ارسال میشن بر روی لینک ترانسپورت آدرس هم که مشاهده کردید، چیز خاصی نداره. اما علاوه بر پیام های هلو گفتیم در فاز بعدی میره به سراغ چی؟ در فاز بعدی میره سراغ پیام های اینیشیالیزیشن مسیج. پیام های اینیشیالیزیشن مسیج رو گفتیم بر روی بستر TCP ارسال میشن. در نتیجه برای بستر TCP هم باید یک سری پیام ارسال شه تا بتونه اصلا این TCP برقرار شه و همچنین این TCP استیبل بمونه و اگر یک زمان ارتباط قطع شد متوجه بشه که این ارتباط TCP قطع شده و ارتباط خودش با اون رو داون کنه. پیام های هلو گفتیم هر 5 ثانیه یک بار ارسال میشن و همچنین گفتیم یک هولد داونی دارن که اگر فلان مقدار که به صورت پیش‌فرض 180 ثانیه هستش پیام های هلو ارسال نشد، همسایگی با اون داون بشه و یا همسایگی قطع بشه. در اینجا بستر UDP بود، اما در رسیدن به فاز اینیشیالیزیشن مسیج ها چرا که TCP هست پیام های ما هم فرق داره. در TCP میدونید که پیام های کیپ لایو وجود داره، در اینجا هم به همین صورت هستش. LDP کیپ لایو وجود داره که دقیقا همانند هلو رفتار میکنه، اما هر 60 ثانیه یک بار و بر روی بستر TCP ارسال میشه. و هولد داون برای کیپ لایف هم همون 180 ثانیه یک بار هست. یعنی اگر 180 ثانیه بگذره و هیچ LDP کیپ لایوی ارسال نشه، اون همسایه‌ای که پیام رو ارسال نکرده رو دید در نظر میگیره که این پیام ها میتونیم تغییرشون بدیم. برای تغییر دادن پیام های هلو با استفاده از دستور router config در محیط گلوبال با استفاده از دستور MPLS LDP discovery hello
با استفاده از دستور MPLS LDP Discovery Hello میتونیم اینتروال و هولد داون رو مشخص کنیم در محیط گلوبال یا همون کانفیگوریشنمون. برای تغییر دادن LDP Keep Alive از دستور config از دستور MPLS LDP hold time میتونیم استفاده کنیم. یعنی هنگامی که از دستور MPLS LDP Discovery Hello استفاده کنیم پیام های هلو در بستر UDP تغییر میکنن که میتونیم اینتروال یا هولد داون براشون مشخص کنیم و اگر از دستور MPLS LDP هولد تایم استفاده کنیم کیپ لایو رو تغییر میدیم که به صورت پیش‌فرض 60 ثانیه هست و هر 60 ثانیه این پیام ها ارسال میشن. اما بریم بر روی سناریوی خودمون. بعد از اینکه در رابطه با پیام ها صحبت کردیم و مدت زمانشون و تایم هاشون، یک نگاهی به جداولشون داشته باشیم. show MPLS IP binding با استفاده از این دستور جدول لیبل اینفورمیشن بیس یا لیب رو میتونید مشاهده کنید که چه رود هایی چه لیبل هایی به اونها اساین شده که به صورت جزئی تر و دقیق تر در پارت های بعدی در رابطه با اونها صحبت میکنیم. عذرخواهی میکنم. و این که اصلا لیبل ها اون بخش رزرو شده شون چی است و برای چی مورد استفاده قرار میگیره. اما اگر در اینجا مشاهده کنید با استفاده از دستور شو MPLS IP binding میتونیم لیب رو مشاهده کنیم که دو نوع لیبل در اینجا مشاهده میکنیم، اینر لیبل و outer لیبل. اینر لیبل لیبلی است که ما به صورت لوکال برای خودمون ایجاد کردیم. یعنی اگر ما یک روتر باشیم، روتی که به ما میرسه دو نوع لیبل برای اونها داریم. یک روت برای اون لیبل اوت در نظر میگیریم، یعنی چگونه به اون برسیم، و همچنین یکی هم به عنوان اینر لیبل مورد استفاده که لوکال اون رو خودمون ایجاد میکنیم و برای همسایه‌های دیگه‌مون اون رو ارسال میکنیم. که اگر من شکل رو بیارم بر روی روتر PE2، روتر PE2 لوپک 22 22 22 22 رو مشاهده میکنیم. در اینجا میریم سراغ 22. اینر لیبل ایمپلیسیت نال هست، اما این چی هست فعلا نیازی نیست بدونید، در پارت های بعدی در رابطه اون صحبت میکنیم. اوتر لیبل 21 هست و LSRID که قرار داره یا همون نکست هاپی که مد نظر هست میشه 2222 همون LDP ID ما هستش. اما در رابطه با لیبل اسپیس صحبت کنیم حالا که بحثش اومد. روی وایرشارک هم مشاهده کنیم. گفتیم LSRID و لیبل اسپیس. گفتیم در پروتکل MPLS LDP روتر ID از دو بخش تشکیل شده. یک بخش که همانند روتر ID در پروتکل های دیگه بود و یک بخش دیگه که با یک دو نقطه جدا میشد تحت عنوان لیبل اسپیس ID شناخته میشد که اکثرا صفر است. یعنی شما در شبکه‌هایی که از MPLS در اون استفاده میکنید عموما عدد صفر رو مشاهده میکنید. در MPLS دو نوع لیبل اسپیس داریم، یا اصلا بخوام ساده تر بگم برای لیبل اسپیس دو نوع رفتار متفاوت وجود داره. در شبکه‌هایی که فریم مودی هستن همانند HDLC فریم، PPP فریم، ادرنت فریم یا فریم ریلی فریم، لیبل اسپیس همیشه صفر هست و تحت عنوان پر پلتفرم شناخته میشه. اما پر پلتفرم یعنی چی؟ پر پلتفرم یعنی اگر که ما یک روتری رو تحت اختیار داریم، این روتر به همسایه های مختلفی متصل هستش و یک روتی رو دریافت میکنه با یک لیبلی. این روتر میگه تمامی همسایه‌اش میگه برای رسیدن به لیبل به عنوان مثال X یک لیبلی برای خودش ایجاد میکنه. اگر من یک بار دیگه بگم چون گیج نشید،
یک روتری داریم در شبکه MPLS و به چندین همسایه متصله و از یک همسایه یک روت رو دریافت کرده با فلان لیبل. این روتر میاد چیکار میکنه در MPLS؟ میاد برای اون روت یک لیبل به صورت لوکال ایجاد میکنه و برای همسایه هاش ارسال میکنه. پس در شبکه‌های پر پلتفرم به این صورت است که هنگامی که یک روتر برای رسیدن به یک شبکه یک لیبل ایجاد میکنه، برای تمامی همسایه‌هاش همون لیبل رو ارسال میکنه. یعنی برای همسایه A اگر برای اون روت لیبل 16 رو در نظر گرفته، برای همسایه A B C و تمامی اونها فقط همین لیبل رو ارسال میکنه و میگه برای رسیدن به این شبکه بیایید سراغ من با این لیبلی که بهتون میگم. این میشه پر پلتفرم، خیلی ساده است. اما در شبکه‌های دیگه که شبکه ATM هستش، دیگه ما پر پلتفرم استفاده نمی‌کنیم و این لیبل اسپیس صفر نیست. من نمیدونم چه مقداری، فکر می‌کنم یک باشه، اما دقیق خدمتتون نمیگم چرا که من ATM کار نکردم و اطلاع ندارم. اما در شبکه‌های ATM دیگه ما پر پلتفرم کار نمی‌کنیم و پر اینترفیس کار می‌کنیم. پر اینترفیس یعنی چی؟ یعنی میگه اگه به یک همسایه با دو لینک ATM متصلی، با دو ATM سرکت متصل هستی، اگر من اینجا این رو به این صورت نمایش بدم، میگه اگر به یک همسایه با دو سرکت ATM متصل هستی، این همیشه خورده فونتش رو کوچیک کنیم، ATM و ATM، میگه اگر میخوای به اون لیبلت رو ارسال کنی برای یک روت خاص، از اینترفیس بالایی به عنوان مثال میگه برای رسیدن به این نتورک از لیبل 16 ارسال کن، دیگه از اینترفیس پایینی همون لیبل رو همانند پر پلتفرم نمیگن. این که در پر پلتفرم گفتیم به چه صورتی؟ به این صورتی که برای تمامی همسایه ها یک لیبل در نظر گرفته میشه برای یک روت خاص و اون رو به اونها ادورتایز میکنیم. اما در پر اینترفیس به این صورت هست که بر اساس هر اینترفیس میاد یک لیبل جداگانه برای اون شبکه در نظر میگیره. یعنی اگر میخواد برای همسایه R یک شبکه خاص رو ارسال کنه برای اینترفیس مختلفش، برای اینترفیس بالایی به عنوان مثال لیبل 16 رو در نظر میگیره و ارسال میکنه و برای اینترفیس پایینی به عنوان مثال لیبل 17 رو در نظر میگیره. به این صورت هست که لیبل ها متفاوت هست و عموما شما لیبل اسپیس رو صفر میبینید، چرا که بیشتر شبکه‌های فریم مود سر و کار دارید و با شبکه‌هایی که ATM برای اون فعالیت دارن کمتر برخورد میکنید و در شبکه‌های پر پلتفرم یا همون فریم مود همیشه لیبل اسپیس صفر قرار داره که در رابطه اون صحبت کردیم. خیلی چیز ساده ایه. برای لیبل اسپیس دو نوع داریم، پر پلتفرم، پر اینترفیس، که الان میدونید که پر پلتفرم چی هست و پر اینترفیس چی هستش. اما بریم سراغ روتر هامون. دستور بعدی که میتونید مشاهده کنید show MPLS LDP discovery هستش که اینجا به ما نشون میده لوکال LDP آیدنتیفایرمون چی هست، یا همون LDP آیدیمون که 22 22 22 22 با لیبل اسپیس صفر هست. بر روی اینترفیس ادرنت 02 پرووایدر اج 2 هستیم. ادرنت 02 یک همسایه رو داریم مشاهده میکنیم که LDP آیدی اون 4 تا 2 هست که مشاهده میکنید بزرگترین لوپکش 4 تا 2 هست و به عنوان LDP آیدی شناخته شده. دستورات بعدی که بخوایم در رابطه اون صحبت کنیم، این دستور این هست که بتونیم ترانسپورت ادرس رو عوض کنیم. گفتیم ترانسپورت آدرس به صورت پیش‌ورز میشه LDP ID ما. اگر ما اینجا IPv4 ترانسپورت آدرس رو باز کنیم، مشاهده میکنید که IPv4 ترانسپورت آدرس 4 تا 1 هست و LSR ID همون LDP ID ما هم 4 تا 1 هست که به صورت پیش‌ورز ترانسپورت آدرس همون LDP ID ما میشه. اما گفتیم میتونیم اون رو تغییر بدیم. اما به چه صورت؟ با استفاده از دستور برای روتر P2 انجام میدیم این کار رو. با استفاده از دستور MPLS LDP Discovery
MPLS LDP Discovery. یک لحظه وارد اینترفیس مورد نظر بشیم، من ذهن ندارم متاسفانه. MPLS LDP Discovery Transport Address. بله، با استفاده از دستور MPLS LDP Discovery Transport Address میتونیم عوض کنیم اون ترانسپورت آدرسمون، یعنی اینکه دیگه به صورت پیش‌فرض LDP ID انتخاب نشه. هم میتونیم یک IP ادرس رو انتخاب کنیم، هم میتونیم این با استفاده از دستور اینترفیس یک اینترفیس خاص رو برای اون قرار بدیم. اما به محض اینکه ما MPLS LDP Discovery Transport Address رو عوض کنیم، همسایگی ما یک بار داون و سپس دوباره سینک میشه و همسایگیمون برقرار میشه، چرا که روتر الان داره بر روی بستر TCP با این ترانسپورت آدرس با این سورس داره فعالیت میکنه. اگر ما برای وایرشارک هم مشاهده کنیم، TCP پیام هایی که داره دریافت میشه رو اگر ما نگاه کنیم، سورس 11 به دستینیشن 11 که مشاهده میکنید جفتشون ترانسپورت آدرس های دو روتر هستن. برای این بستر داره پیام های کیپ لایو و پیام های مورد نظر ارسال میشه. در نتیجه اگر که عوض شه، روتر نمیشه مجبور یک بار همسایگی رو داون و سپس همسایگی رو آپ کنه که مشاهده میکنید الان. من اگر اینجا تمامی پیام ها رو بیارم، یک بار من استاپ میکنم، سپس دوباره فعالش میکنیم. میایم میگیم ترانسپورت آدرسمون، بذارید در اینجا تغییرش ندیم، بیایم سراغ روتر PE1 که بر روی اون آمدیم وایرشارک رو فعال کردیم. اینترفیس ایترنت 00 MPLS LDP Discovery Transport Address. ترانسپورت آدرس در حال حاضر بر روی این روتر 11 هستش که اینترفیس لوپبک اون هست. ما میخوایم ترانسپورت آدرس رو بر روی این از 11 تغییر بدیم و بذاریم 10.1.1.1، یعنی اینترفیس ایترنت 00 به عنوان ترانسپورت آدرس مورد استفاده قرار بگیره. پس دیگه نیازی نیست که آی پی رو وارد کنیم. البته میتونیم وارد کنیم، اما میخوایم با استفاده از اینترفیس این کار رو انجام بدیم. اینترفیس مورد نظرمون که واردش هستیم، اینترفیس ایترنت 00 MPLS LDP Discovery Transport اینترفیس رو قرار میدیم. قبلش من وایرشارک رو استارت میکنم. یک بار دیگه وایرشارک رو من استارت کنم. اینترنت 00 خب صبر میکنیم، پیام های هلو داره ارسال میشه. خب میبینید که بعد از گذشت تایم LDP نیبر ما داون شد و ارور نوتیفیکیشن داد. هولد تایم اکسپایر شد که گفتیم به صورت پیش‌فرض 180 ثانیه هستش. خب میریم بر روی وایرشارک. کافیه. خب در اینجا مشاهده میکنید که بر روی اول نوتیفیکیشن مسیج ارسال شده، دقیقا همانند BGP. در روی BGP هم داشتیم هنگامی که دو طرف بر روی شرایط موافقت نمی‌کردن نوتیفیکیشن مسیج ارسال میشد و اون مشکلی که وجود داشت در روی اون نوتیفیکیشن مسیج ارسال میشد. خب اینجا میبینید که برای TCP فلگ فین یا همون فینیش ست شده و گفته که باید TCP رو ببندیم، چرا که ما نمیتونیم ما هم دیگه فعالیت داشته باشیم. ترانسپورت آدرس رو تغییر کرده. در نتیجه جفت روترها با ست کردن فلگ فین برای TCP شون و روی هدر TCP شون همسایگی TCP رو داون کردن که در اینجا مشاهده میکنید فلگ فین. اینجا میایم برای
فلگ ها مشاهده میکنید که اینجا فین، پوش و اک قرار داره. سینک ست نشده اما فین ست شده که اومده TCP رو داون کرده و بسته. اما بعد از اون دوباره پیام های هلو ارسال شده. پیام هلو رو مورد بررسی قرار میدیم. میبینیم LSR آیدی همون LDP آیدی ما 11 هستش، اما ترانسپورت آدرس به چه صورت میبینیم؟ ترانسپورت آدرس تغییر کرد 10111 که در اینجا در دفعه قبل که هنوز ما دستور MPLS LDP Discovery Transport آدرس رو وارد نکرده بودیم، بزرگترین اینترفیس لوپبک ما که 4 تا 11 بود به عنوان ترانسپورت آدرس شناخته شده بود که ما تغییرش دادیم به 10111 که در اینجا هم مشاهده میکنید. پس با استفاده از این دستور میتونیم ترانسپورت آدرس رو تغییر بدیم. اما دقت داشته باشید که حتما ترانسپورت آدرس باید ریچیبل باشه، چرا که میخواد برای بستر TCP فعالیت کنه و تشکیل همسایگی بده باید در دسترس باشه. یعنی ما باید بتونیم ترانسپورت آدرس رو پینگ کنیم تا بتونیم ارتباطاتمون رو داشته باشیم. بحث بعدی بحث LDP روتر آیدی هستش که اون رو چگونه میتونیم تغییر بدیم. ما یک بار دیگه ما کپچر رو فعال میکنیم، اما تا کپچر فعال میشه ما میایم برای دوباره پرووایدر edge 1 با استفاده از دستور MPLS LDP روتر ID میتونیم میتونیم اقدام به اساین کردن یک روتر آیدی برای اون روتر بکنیم. اگر من یک کوئسچن اینجا بگیرم مشاهده میکنید چندین چیز مختلف، یعنی میتونیم اینترفیس های مختلف رو در نظر بگیریم و اونها رو مورد استفاده قرار بدیم. من حالا از اینکه لوپ بک باشه میخوام تغییر بدم به اینترفیس ادرنت خودم. ادرنت مورد نظر رو مشخص میکنم 00 و میتونم الان اساین کنم. اگر من این دستور رو به همین صورت اساین کنم، یعنی MPLS LDP ID روتر ID ادرنت مورد نظر رو مشخص کردم و اینتر رو پرس کنم، هیچ اتفاقی نمیافته و تغییری در LDP ID من صورت نمیگیره تا زمانی که یک بار روتر ریستارت شه یا همسایگی من داون شه و دوباره برقرار شه، روتر آیدی من عوض میشه. اما اگر من بخوام همین الان با استفاده از این دستور، هنگامی که این دستور رو من وارد میکنم روتر آیدی من تغییر کنه، باید از کیورد فورس استفاده کنم. این کیورد میگه که مجبور میکنه روتر رو یک بار همسایگی رو داون و سپس دوباره آپ کنه تا بتونه LDP آیدی رو تغییر بده. برای وایرشاک این رو دوباره مشاهده میکنیم، میبینیم که همسایگی ما برقرار هست. با استفاده از دستور فورس میگیم من میخوام LDP روتر آیدیم از یک پیام LDP رو اگر بگیریم، میخوایم LDP آیدیم از 4 تا 11 تغییر کنه به همین ترانسپورت آدرسی که قرار دادیم 10111. این دستور رو من پرس میکنم و میریم سراغ وایرشارک. مشاهده میکنید که دوباره فلگ های فین برای TCP ست شد و TCP بسته شد، سپس همسایگی ما داون شد. دوباره LDP hello message ها شروع میکنه به ارسال، TCP پروسسش کامل میشه، سین اک و در نهایت اک ارسال میشه و TCP ما برقرار میشه. اینیشیالیزیشن مسیج شروع میشه، اونی که آدرس بزرگتر داشته باشه شروع کننده اینیشیالیزیشن مسیج میشه که باز همینجا 10 از 1 بزرگتره، در نتیجه روتر PE1 شروع کننده میشه. اینیشیالیزیشن مسیج ها تموم شد، آدرس مسیج لیبل مپینگ ها صورت میگیره. اگر ما این رو مورد بررسی قرار بدیم، لیبل دیستریبیوشن پروتکل LDP ورژن 1 آدرس مسیج ها هستش که اینجا در رابطه این در پارت های بعدی صحبت میکنیم، فقط اینجا یک نگاه ساده به اینها داریم. لیبل مپینگ مسیج ها رو مورد بررسی قرار میدیم، اصلا اینا چی هستن و لیبل ها چگونه اساین میشن. خب من این رو میبندم، میریم سراغ LDP آیدی خودم. میریم سراغ یک هلو مسیج از LDP و مشاهده میکنید که
نه این از سمت روتر مقابل هستش. مشاهده میکنید که LDPID 10.1.1 تغییر داده شد که در قبل LDPID ما اینترفیس لوپبک ما مورد استفاده قرار گرفته بود. پس در این پارت اگر بخوایم یک خلاصه از این پارت داشته باشیم، ما بر روی یک سناریو MPLS رو ران کردیم و مشاهده کردید که چه اتفاقاتی میفته هنگام ران شدن. تمام پیام ها رو بر روی وارشاک مورد بررسی قرار دادیم، اگرچه در پارت های قبل هم اونها رو مورد بررسی قرار داده بودیم. پیام های MPLS زمان هاشو مورد بررسی قرار دادیم که دو نوع پیام وجود داره، پیام های هلو و پیام های LDP Keep Alive. پیام های هلو برای بستر UDP فعالیت میکنن، پیام های LDP Keep Alive برای بستر TCP که هلو ها هر 5 ثانیه یک بار و Keep Alive هر 60 ثانیه یک بار. هولد آن برای هر دوی اونها 180 ثانیه هست. با استفاده از دو دستوری که در اینجا مشاهده میکنید میتونیم هم هلو و هولد داون برای UDP رو تغییر بدیم و MPLS LDP hold time هم میتونیم LDP Keep Alive رو تغییر بدیم. در پارت های بعدی میریم سراغ مکانیزم PHP و در رابطه با لیبل ها بیشتر صحبت میکنیم. در اینجا یک نگاه جزئی دیگه داشته باشیم به لیبل ها و در نهایت بحث رو تموم کنیم. با استفاده از ابتدا من یک لیبلی که در اینجا قرار داره به عنوان مثال کاستومر اج 2 192.168.1.1 رو ادورتایز میکنم داخل EIGRP تا ببینیم این آدرس چگونه در شبکه MPLS روت میشه و چه لیبل هایی به اون اساین میشه. در رابطه با لیبل ها صحبت کرده بودیم که این لیبل ها از پایین به بالا شروع میشه، یعنی از اولین لیبل شروع میشه. کوچکترین روت ما در جدول روتینگ کمترین مقدار یا همون مقدار اولیه 16 رو میگیره به عنوان لیبل و هرچی میریم بالاتر این لیبل ها افزایش پیدا میکنه مقدارشون. بریم بر روی روتر کاستومر اج 2 وارد EIGRP 100 میشیم و نتورک 192.168.10/24 رو ادورتایز میکنیم. میایم سراغ روتر پرووایدر اج 2. ابتدا با استفاده از دستور show IP route می‌بینیم که به 192.168.1 صفحه دستی داره. بله، روتر 192.168.1 از طریق EIGRP یاد گرفته. حال میایم سراغ show MPLS IP binding و جدول لیب رو مشاهده میکنیم. در همینجایی که مشاهده میکنید کمترین روت 1.1 هست، لیبل 16 رو گرفته، 17 18 19 20 21 و 22 که از کم به زیاد شروع شده. میایم سراغ 192.168.1.0/24. هم اینر لیبل و هم آوتر لیبل به عنوان 22 قرار گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی روتری که دریافت کرده لوکال برای اون 22 رو قرار داده و همچنین 22 رو ارسال کرده به سمت همسایش. میریم سراغ روتر بعدی. پس اگر در اینجا مشاهده کنیم روتر پرووایدر اج 2 نتورک 192.168.1 از طریق EIGRP یاد گرفته و اون رو در بستر MPLS خواسته ارسال کنه. برای این لیبل 22 بود فکر میکنم. بله 22 رو اساین کرده پرووایدر اج 2 و اون رو به P2 یا پرووایدر 2 ارسال کرده. میریم سراغ P2. لازم اینجا روی تمامی روترها صبر میکنیم. برای این روترها وارد محیط مورد نظر میشیم. خب با استفاده از show IP MPLS IP binding
جدول رو مشاهده میکنیم، جدول لیبمون رو. میریم سراغ روت 192.168.1.0. مشاهده میکنید که در اینجا روتر P2 اینر لیبل، آوتر لیبل رو داره که به همین صورت هستش که 22 و 22 هستش. میریم سراغ روتر P1 به همین صورت، PE1 به همین صورت و CE1 هم که هیچ. اما چرا 192.168.1.0/24 جفتشون اینر لیبل و آوتر لیبل یکسانی رو دارن؟ در رابطه با اون در پارت بعدی صحبت خواهیم کرد، چرا که یک مبحث مفصل تری هستش. اما در همین حد خواستم بدونید که این لیبل مپینگ ها پس از اینکه ادورتایز میشن برای تمامی روتورها ارسال میشن و تمامی روتورها اونها رو دریافت میکنن که در اینجا LSR ID رو یا همون LDP ID رو مشخص کرده. یک میشه پینگ و در این سمت از طریق دو سمت در دسترس هست، 2 و 10 بر روی P2 به همین صورت و در نتیجه بر روی PE2. مشاهده کردید روت های بعدی هم به همین صورت هستن. اما implicit null چی است؟ در پارت هایی که در رابطه با reserved لیبل ها صحبت کردیم در رابطه با اونها هم صحبت میکنیم. و بحثی که در اینجا باقی میمونه، فکر نمی کنم بحثی باقی مونده باشه در این پارت، چرا که اگر من بخوام هر بحثی رو باز کنم نیاز به توضیحات زیادی داره و فکر میکنم همین پارت کفایت کنه. در این پارت خلاصه این بود که برای این سناریو MPLS رو ران کردیم، پیام‌هاش رو شناختیم و همچنین نحوه تغییر دادن ترانسپورت آدرس و همچنین LDP روتر آیدی رو بررسی کردیم. در پارت بعدی میپردازیم به مکانیزم PHP و در رابطه با اون صحبت میکنیم.